امروز میخوام مسیر بازار برات بررسی بکنم. پس ادامه ویدیو رو از دست نده تا نقشه بازار رو بهت بدم. خب بیایم روی چارت. اول روز که شما چارت رو باز میکنید چه چیزی میبینید؟ با یک همچین صحنه مواجه میشید. امروز که من دارم فیلم میگم یک شنبه است و بازار تعطیل. خب اولین چیزی که باید پیدا بکنیم چیه؟ یک حرکت شارپ. اینجا این حرکت شارپ رو داریم. دقیقاً این اتفاق تو آخرین ساعت بازار افتاده. میبینیم که اسپایک، کانال و تریدینگ رنج هم بعد از اون داریم. کانال رو میکشیم و میبینیم کانال بریک شده و ما باید منتظر تریدینگ رنج باشیم از این سقف اینجا تا این کف اینجا و این وسط برای ما بازی بکنه. حالا ممکنه که بیاد کف پایین تر بزنه و خب اون موقع ما چیکار میکنیم؟ کانالمون رو اکستند میکنیم. اکستند یعنی چی؟ یعنی اینکه این خطی که از اینجا داریم به عنوان آخرین سقف که کف پایین تر زده، اگر بیاد کف پایین تر بزنه خط ما اکستند میشه و این شکلی میشه. خب بریم یکی یکی توضیح بدیم که هر فاز چی کار میکنه. فاز اول فاز اسپایک. یعنی چی؟ یعنی اینجا فروشندگان، تو این مثالی که دارم میزنم، فروشندگان پرقدرت وارد شدن مثل بانک‌ها، مؤسسات و تمام بزرگای بازار تو این قسمت وارد شدن. شما اینجا به هیچ وجه حق معامله کردن در جهت خرید رو ندارید، فقط معاملات یک طرفه. میبینیم که میاد اولین اصلاح رو به ما میده. بعد از اولین اصلاح ما وارد فاز کانال میشیم. توی فاز کانال خریدارا وارد بازار میشن و کم کم سعی میکنن قیمت رو به تعادل بکشوننش و میبینیم که از قدرت روند نزولی ما کم شده. نکته که راجع به فاز اسپایک باید بگم اینه که اسپایک بدون هیچ گونه پول بک. یعنی چی؟ یعنی از اینجا که اسپایک ما شروع شده اگر نگاه کنیم ما حتی یک پول بک هم نداریم. اولین پول بکی که برای ما میزنه شروع میکنه که اصلاح میکنه و به سمت پایین داره میاد. یعنی چی؟ یعنی کانال ما شروع شد. بعد از بریک شدن کانال ما منتظر ایجاد یک دونه تریدینگ رنج باید بمونیم. تریدینگ رنج برای چی اصلا ایجاد میشه؟ برای اینکه قیمت به یک تعادلی برسه و حجم خریدارا و فروشنده ها برابر باشن. اول روز که این چارت رو میبینیم باید دنبال چی بگردیم؟ دنبال یک حرکت شارپ مثل اینجا. خب ما اینجا رو پیدا میکنیم و میبینیم که روند ما نزولی. فاز اول انجام شده، فاز دوم انجام شده با بریک این کف اگر هنگ نکنه که من واقعا دعاش میکنم. با اینجا آمده سقف رو بریک کرده و بعد از اون هم ما الان اینجا منتظر ایجاد تریدینگ رنجیم. پس الان نگاه کنید که خیلی راحت تر میتونیم بازار رو بفهمیم. حالا با توجه به تیپس هایی که وجود داره در مورد تریدینگ رنج اونجوری معامله میکنیم و این سقف و کف برای ما مشخصن که تو این بازه ها، تو این کف ها دنبال خریدیم، تو این سقف ها دنبال فروش و فاز کانال ما تمام شده. حالا اگر بیایم و فرض بکنیم که ما مثلا میگم توی این قسمت وارد شدیم، خب اینجا رو پاک میکنیم، توی این قسمت وارد شدیم، چی کار میکنیم؟ صبر میکنیم تا این کف پایین تری برای ما بزنه. چقدر اتفاق داره میفته. خب کف پایین تر رو که زد ما اینجا میایم یک خط روند رسم میکنیم. توی برخورد به این خط روند ما منتظر دیدن کندل تاییدیه و معامله در جهت اسپایک هستیم. یک نکته کنکوری که اینجا وجود داره و نکته میلیون دلاریه واقعا، این که اگر زمانی شما دیدین که روی چارت یک اسپایک زده شد و کانال برخلاف جهت اسپایک بود، یعنی چی؟ یعنی اومد اینجا و کانال ما رو این شکلی حالتش بود،
چه کار باید بکنید؟ این کانال نیست، به هیچ وجه این کانال نیست. این یک فلگه برای ایجاد لگ 2. حالا نمونهش الان توی چارت پیدا میکنم بهتون میگم. مثل الان همینجا، الان نیازی هم نیست دور بریم. اینجا که اسپایک داشتیم، ما اینجا یک حالت اسپایک هم داشتیم دیگه، یک کندل دو تا کندل پرقدرت بدون پول بک، و بعد از اون یک کانال برای ما ساخته در جهت خلاف روند اسپایک. از اونجا لگ 2 شروع شده. اینو اگه مثلا بریم تایم فریم پایین‌تر میتونیم قشنگ ببینیمش. این شکلیش بکنم. خب اینجا میبینیم که یک اسپایک داریم، بعد از اون یک روند خلاف جهت روند اسپایکمون داریم. با بریک این میتونیم وارد بشیم، استاپ پشت این، و یک اندازه این لگ قبلی رو بگیریم که میبینیم که نه تنها اون لگ خیلی بیشتر هم داره. حالا بیاین تیپس های معامله کردن توی هر فاز رو بهتون بگم. نکته که باید در مورد چرخ‌ها بهتون بگم این که توی هر تایم فریمی مشخصن و چرخه خاص خودشو داره. شما اینجا اگر نگاه بکنی داخل این روند کوچیکی که اینجا داشتیم ببینیم که این همون تایم فریم 5 دقیقه همونه، روند 5 دقیقه‌ای که داشتیم. اینجا میبینید اینجا اسپایک، این کانال. خب حالا میایم تایم پایین‌تر 1 دقیقه، میبینیم که این توی همون کاناله ها. اینجا شما نگاه کنید یک اسپایک داریم، بعد از اون یک کانال و یک تریدینگ رنج که اینجا شکل گرفته. بیایم عقب‌تر دوباره مثلا چیزایی که میتونم بهتون بگم. اینجا اسپایک، این کانال کوچیک، بریک، تریدینگ رنج، این بازه اینجا تریدینگ رنج، و بعد از اون دوباره اسپایک، کانال، تریدینگ رنج. خیلی این چرخه همش در حال تکرار شدنه. اینجا اگه توی 1 دقیقه دوباره نگاه کنیم اسپایک داشتیم، بعد از اون یک روند برخلاف روند اسپایکمون داشتیم و بریک شده، دوباره اومده لگ 2 رو زده واسم با قدرت کمتر. اینجا قدرتش خیلی بیشتر. پس این نکته همیشه باید یادمون بمونه. بریم اگه تایم فریم بالاتر، حالا مثلا بریم 30 دقیقه بخوایم پیداش بکنیم، میبینیم که اینجا اسپایک، یک اسپایک خیلی ضعیف، اینجا کانال و یک تریدینگ رنج بزرگ. باز داخل دل این هم بازم میتونیم این چرخه رو پیدا بکنیم. 30 دقیقه نه، میایم تایم فریم بالاتر 4 ساعته. باز همین روندها قابل شناساییه، یعنی به راحتی میتونیم پیداشون بکنیم. الان اینجا اسپایک داشتیم، کانال ما از اینجا شروع شده، بریک شده، پول بک زده و یک تریدینگ رنج که حالا از این ور روندش عوض شده. بیایم تایم فریم بالاتر. تا کجا بیام بالا که مشخص باشه؟ تایم فریم دیلی حتی ویکلی هم میتونیم ببینیم. اینجا اسپایک، این کانال رو اگه از این کف بگیریم بهتره، و اگه هنگی هم نکنه که دیگه من واقعا دوستش دارم. این کانال و بریم عقب‌تر و هنوز توی فاز کانالی میتونیم ببینیم که این کانال ما ادامه بده و الان توی سقف کانالی. احتمال اصلاح هست ولی ما فقط موظفیم معامله در جهت اسپایکمون بکنیم. یعنی چی؟ یعنی این سلی که اینجا میخواد بده ما نمیگیریم، ما صبر میکنیم اینجا برسه، اگر کندل داد ما وارد بای میشیم. یعنی که تو همه تایم فریم ما از 10 دقیقه، 30 دقیقه، 5 دقیقه، 1 دقیقه چرخه مخصوص خودشون هست و با توجه به اونا میتونیم معامله بکنیم. تایم فریم مهم نیست چیه، فقط کافیه که اسپایک رو پیدا بکنی و بری دنبال ادامش.
حالا بریم نحوه معامله کردن توی هر فاز رو ببینیم. نحوه معامله کردن توی فاز اسپاک اینه که معاملاتت باید یک طرفه باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر این روند نزولیه تو فقط باید سل بزنی، اصلا به هیچ وجه اجازه بای زدن نداری. اینجا اگر این وسط یک کندل سبز دیدی میتونی واردش بشی، روی کف اون کندل سبز وارد بشی و در جهت سل ادامه سل بری. اگر میای اینجا و ساب میکنی کانال ایجاد بشه، کانال ها رو بهتر میبینی، خودت تو کانال تریدر میدونی، خب ساب میکنی اینجا این کانال تشکیل بشه. حالا وقتی این کانال تشکیل میشه چند تا تیپس داری واسه معامله کردن. تیپس اولش اینه که شما ساب بکنی این خط روند که این شکلی بوده، بیاد اینجا کندل تاییدیه بده، مثل این سیگنال کیباری که اینجا داده، شما واردش میشی، استاپ پشت همون کندل و تیپی 2 که میبینیم اینجا خیلی راحت داده، واکنش هم داشته. و این یک مدل معامله کردنه. اگر دوست داری خلاف جهت بگی که من اصلا پیشنهاد نمیکنم، میتونی چیکار بکنی؟ این وجا رو بکشی. اگر کانال تبدیل به وج شد روی کف سوم، یعنی چی؟ یعنی برخورد اول نه، دوم نه، سومین برخورد به وج، اگر کندل دیدی واردش بشی و تا بالا بگیریش. تا کجا میاد؟ ما تارگت بعدیمون کجاست؟ تارگتمون سقف تریدینگ رنج دیگه. سقف تریدینگ رنج کجاست؟ اولین اصلاحی که کانال کرده و تو این بازه قراره که برای ما رنج بشه. اینجا میبینیم که هیچ کندل قشنگی به ما نده، ولی اینجا اگر بخوایم چیز سر بکنیم، واضح تر بگیریم و بخوایم بگیم که این اتفاق افتاده، این شکلی باید بکنیم وجمونو. میبینیم که کندل سیگنال بار و کی بار. الان ما اینجا وارد میشیم، استاپمون رو میذاریم پشت این سیگنال بار و تا خدا باش همراهیم دیگه، یعنی اصلا حدی نداره تا این سقف این بالا. تیپی 6 اصلا تیپی 6 لازم نیست تو بازار بگی، یعنی تو بخوای تیپی 6 بگی روانی میشی و واقعا اذیت میشه. توی تریدینگ رنج چی کار باید بکنی؟ اینکه سقف و کف تریدینگ رنج رو مشخص میکنی به این شکل. صبر میکنی به سقف یا کفش برسه. حالا به سقف و کفش رسید، اگر کندل تاییدیه دیدی واردش میشی در جهت رسیدن به سقف یا کف بعدیت. یعنی چی؟ یعنی خلاف جهت فقط باید معامله کنی. به قول آقای فورسمدی BLSH بکنی، یعنی بای لو سل های. این کار رو حتما باید انجام بدی. و این یک تیپسشه. تیپس بعدی چیه؟ دنبال الگوهای وی بگردی. بذار الان من یک تریدینگ رنج پیدا بکنم و بتونیم اونجا براتون مثال بزنم. خب اینجا میایم اسپایک رو پیدا میکنیم. این اسپایک، این کانال و این هم بریک کانال و تریدینگ رنج، یعنی این بریک شده خیلی قشنگ و یک تریدینگ رنج بزرگ بر ما به وجود آورده. از کجا؟ از این کف تا اولین تارگت ما این سقف بود و بعد از اینکه سقف ما شکسته میشه ما منتظر حرکت به سمت اندازه تریدینگ رنج بعدی هستیم. بذاریم براتون مثال بزنم. این دوتا رو پاک میکنیم و میایم اینجا. این تریدینگ رنجی بوده که ما از اول داشتیم. خب میبینیم اینجا تریدینگ رنج شکسته. این خط کانال رو هم بذاریم پاک کنم. اینجا میبینیم این یک تریدینگ رنجیه که ما انتظار داشتیم ایجاد بشه. حالا این سقف میبینیم شکسته. تارگت ما کجا میشه؟ نصف عرض تریدینگ رنج قبلی. میبینیم خیلی تمیز اومده، 3 تا واکنش نشون داده. این 3 برخورد رو میبینیم و بعد از اون هم ریزش. خیلی جذابن تریدینگ رنج و تیپس معامله کردن توشون خیلی زیاد. مسئله بعدی که میتونید توی تریدینگ رنج معامله بکنیم این که شما یک خط روند میتونی بکشی به این شکل با بریک این خط روند و پول بک. میبینید که خیلی آموزشی هم پول بک رو زده، سیگنال بار و کیبار هم داده. میتونیم وارد بشیم تا سقف. ما اصلا دنبال بالاتر نیستیم.
به هیچ وجه دنبال این نیستیم که بریم تی پی مثلا 4 و 5 بگیم، 1 به 1 1 به 2 توی تریدینگ رنج دیگه وقتی روندت مشخصه واردش باید بشی. و بعد از اون میبینیم که اینجا باز دوباره توی این سقف با این تارگت دومی که بهش رسیده کندل تاییدیه ما اینجا خیلی داریم. این یک کندل تاییدیه، البته کیبار ضعیفه، این دومین کندل تاییدیه، این سومین کندل تاییدیه. شما یعنی میتونی 3 بار اینجا سل بزنی و این هم از این. توی تریدینگ رنج تیپس واسه معامله کردن خیلی زیاده. تیپس بعدی واسه معامله کردن چیه؟ الگوی ویه که توی تریدینگ رنج اتفاق میفته. شما نگاه کنید اینجا یک روند شارپی داریم، اومده تا این کف حرکت کرده، 50% شکسته شده رفته تا بالا. آموزش الگوی وی رو الان این کنار براتون میذارم که ببینین. دوباره میایم بالا، این قیمت اومده بالا، اومده 50% شکسته، دوباره اومده تا این کف. حالا اولین تارگت ما بعد از شکست کف کجاست؟ دوباره همون تیپسی که برای بالا بهتون گفتم، این که نصف عرض تریدینگ رنج قبلی میشکنیم، میاریم اینجا کجا میذاریمش پایین و میبینیم نصف عرض تریدینگ رنج قبلی واکنش داشتیم، اندازه تریدینگ رنج قبلی واکنش داشتیم، برگشته پول بک زده به تریدینگ رنج قبلی، دوباره حرکت کرده به سمت پایین، وارد فاز بعدی شدیم. شما دو جا توی این چرخه ها باید استاپ بخوری، یکی تبدیل کانال به تریدینگ رنج و یکی تبدیل تریدینگ رنج به فاز بعدیه. یعنی چی؟ یعنی اسپایک بعدی که ایجاد میشه شما اینجا استاپ میخوری، طبیعتا این کف بای زدی دیگه، میاد آقا این استاپ شما میخوره، فدای سر. استاپ جزئی ازش، باید بپذیری استاپو، تا وقتی استاپو نپذیری اصلا معامله‌گر نیستی. حالا نحوه معامله کردن توی کانال ها هم بهتون گفتم. حالا میمونه فقط نحوه معامله کردن تو اسپایک ها که من خودم اسپایک تریدر نیستم به هیچ وجه، چون خیلی نوسان شدیدی داره و من اصلا نمیتونم این حجم از نوسان رو مدیریت بکنم. خب اگه بخوام در مورد معامله کردن توی اسپایک ها بهتون بگم، این که اینجا ما یک اسپایکی رو میبینیم، حالا هر چند نصف و نیمه، یعنی اولین کندلی که برخلاف جهت اسپایک زده میشه مثل اینجا، حالا در نظر بگیریم اینجا هم میشه ولی اینجا بهتر. اینکه اولین کندلی که برخلاف جهت اسپایک زده میشه شما میتونید بالاش یک دونه بای استاپ مثلا توی معامله بکاری، استاپ رو هم بذاری پشت این کندل قرمزی که اینجا هست، یعنی رنگش برخلاف اینه، و تیپی 2 رو ازش بگیری که میبینیم تیپی 2 رو هم خیلی راحت بهمون داده توی 2-3 تا کندل. من خودم اسپایک تریدر نیستم، پیشنهادم نمیکنم توی اسپایک ترید بکنید، خیلی جذاب تره، خیلی قشنگ تره، ولی این شیوه کار من نیست، این جوری نیست که من بتونم کار بکنم توش. من ترجیح میدم توی کانال و تریدینگ رنج کار بکنم. خب این هم از اون نقشه راهی که گفتم هر تریدری باید داشته باشه. تا آموزش‌های بعدی پس لایکو بزن، سابسکرایب بکن و زنگوله رو هم حتما بزن تا از پست‌های جدیدمون جا نمونی. یاد باشه که لایو تریدر هم توی کانال یوتیوب حتما نگاه بکنید. تا آموزش بعدی موفق و پرسود باشید.